روستای تنگدالان از جاده اصلی لار به بندر عباس حدود 3 کیلومتر فاصله داره که حدوداً 300 نفر جمعیت تشکیل شده از دو محله جداگانه، محله بالا و محله پایین. بزرگترین صخر سروجی که تا الان دیدم تو این روستا بوده. انتقال آب به کوه تنگدالان. روستای تنگدالان از توابع بخش کهورستان شهرستان بندر خمیر یکی از روستاهای خاص گردشگری در منطقه است. شامل سازه‌های خاص و منحصر به فرد انتقال آب که از مبدأ چشمه تنگ کلم به طول تقریبی 8 کیلومتر منتهی به روستا، آب انبارهای سروجی، کاروانسراها، قلعه قدیمی روستا، همچنین زمین حاصلخیز کشاورزی که یکی از قطب‌های کشت محصول خربزه ملون در منطقه است، این روستا رو خاص نموده. چشمه چند قلم طول این چشمه و قنات حدود 150 متره. خیلی تنگه. کشت خیار میگن، کشت ملان که در 2 فصل کشت کنم. یکی از برج 5 شروع به کار کنم تا بر برج 9 محصول مو دست داد. بعدم یک کشتی هم میگن که بر برج 9 شروع کنم از زنم، بر برج